من شبنم دختر آفتاب امروز ویدیو متفاوت تره چون این یه ولاگ خانوادگیه. چند روز پیش مامان بزرگم زنگ زد که من میخوام فسنجون درست کنم و بریم بیرون. منم در جا برنامه‌ریزیاشو انجام دادم تا براشون یه خاطره خفن بسازم. با بزرگ زبیرم که کلی حسابی بهم کمک کرد. منم سریع تند بساط املت آتیشی رو پهن کردم و درست کردم و دادم بهشون نوش جان کردن. جاتون سبز این املت آتیشی حسابی چسبید و همه هم تعریف کرده بودن. بعد دیگه انقدر که گرممون شد همه دلو زدیم به آب و یه آبتنی درست حسابی کردیم. بابای منم که متخصص پیدا کردن حیواناته. به به اینم از برنجی که مام بزرگ پخت. گوش نگم براتون. خورشتامونم که اردک و فسنجون غذای معروف ما مازندرانی هست که ما همه مراسماتمون مام بزرگ هم فسنجون درست میکنه. اینجا هم که زن عموهام زحمت پخششو کشیدن. بیرون با خانواده یه چیز دیگه است. ما هم که تمام زباله‌هامون رو به طور کل جمع کردیم. خوشحال میشم پستم برای دوستات بفرستی.